به نام خدا دوستان خوبم، سلام، حال دلتون عالی. با آموزش یه شال سه‌گوش خیلی راحت و شیک و ساده در خدمتتون هستم. ببینید با پایه‌های بلند و مشبک بافته میشه. زیبایی خاص خودشو داره. قلابی که استفاده میکنم شماره 2/1 میلیمتری هست. نخی که استفاده میکنم استارلایت 90 گرم 360 متر هست. دوستان این نخ با تجربه‌ای که من ازش دارم، تازه از کانوا فروشی خریدم که اصلا نخاش رو دستش نمیمونه، یعنی امروز اومد 2 هفته دیگه نداره، ولی این نخ گوله گوله میشه متاسفانه. خب من واسه آموزش ازش استفاده کردم. آموزش رو با هم میبینیم. واسه شروع بافت یه گره خفت میزنم و 5 تا زنجیره میبافم. 2 تا 3 4 و این هم 5می. این 5 تا زنجیره رو به هم وصل میکنم. 3 تا زنجیره رج اول و توی این فضایی که با 5 تا زنجیره ایجاد کردم 2 تا پایه بلند که جمعاً با اون 3 تا زنجیره میشه 3 تا پایه. 2 تا زنجیره دوباره 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه بلند. رج اولمون 3 تا خوشه ستایی با فاصله 2 تا فضا. حالا رج دوم یه زنجیره میزنم، برمیگردم از پایه اول که روش زنجیره زدم رد میشم، به پایه دوم با بست زدن وصل میکنم. دوباره بدون اینکه زنجیره بزنم میام تو فضایی که بین خوشه ها هست هم یه بست میزنم به این شکل. 3 تا زنجیره میبافم. این رج به بعد ما کناره های بافتمون خوشه های 6 تایی میبافیم، یعنی 3 تا پایه بلند که اون 3 تا زنجیره یه پایه حساب میشه، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره تو فضای بعدی هم تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. این از رج 2 بافتمون. رج 3 شروع رجمون چیکار میکردیم؟ یه زنجیره میزدیم، برمیگشتیم به پایه وسط بست میزدیم و به فضایی که بین پایه ها هستم یه بست میزدیم، جمعاً 2 تا بست میزدیم، میومدیم وسط فضای بین خوشه ها. دوباره تکرار میکنیم خوشه 6 تایی رو، چون کناره بافت شالمون هست. به این شکل 2 تا زنجیره میزنم و حالا روی اون 2 تا زنجیره رج قبل 2 تا پایه بلند میبافم. این یک، این دو. دوباره 2 تا زنجیره و دوباره خوشه 6 تایی گوشه رو تکرار میکنم.
این از رج 3. حالا رج 4. دوباره یه بست رو پایه وسط، اول یه زنجیره، یه بست رو پایه وسط، بعد یه بست روی فضایی که ایجاد کردم و خوشه 6 تایی کنار بافت رو میبافم. وقتی توپق میزنم خودم هم خندم میگیره. دو تا زنجیره، بعد اینکه خوشه 6 تایی رو بافتم، حالا رو 2 زنجیره رج قبل 2 تا پایه بلند. ببینید حالا رو پایه بلندای رج قبل چی کار میکنیم؟ وسط پایه بلندا از زیر پایه ها، ببینید این اولین، این دومی، از وسطش یه پایه بلند میبافم. یعنی تو رج 4 ما این پایه بلندای وسط بافتمون 5 تا میشه. 2 تا رو 2 تا زنجیره رج قبل، یکی وسط 2 تا پایه رج قبل و 2 تا رو 2 زنجیره بعدی. 2 تا زنجیره و خوشه 6 تایی رو میبافیم. یه زنجیره. الان ما 4 رج رو بافتیم. برمیگردم و رج 5 رو شروع میکنم. خوشه 6 تایی کنار بافت رو میبافم. حالا این رج 2 تا زنجیره میزنم، رو 2 زنجیره رج قبل 2 تا پایه، حالا این پایه های رج قبل رو چی کار میکنیم؟ دقیقاً از وسط پایه ها، از زیرشون میایم پایه میبافیم. ببینید گندمی ها رو ما توی این روش بافت کاری نداریم. ببینید از وسط بافت اومدیم پایه بافتیم و رو 2 تا زنجیره بعدی هم 2 تا پایه بلند. چرا این کار رو میکنیم؟ چرا از زیر پایه ها میایم پایه میبافیم؟ چون ما پایه هایی که رو زنجیره میبافیم هم از زیر زنجیره است، از توی فضا میبافیم. میخوایم پایه ها همسان بشه، هم عرض بشه، واسه همین این کار رو انجام میدیم. دوستان ببینید الان تو رج 5 من 2 4 6 8 تا پایه دارم. 2 تا زنجیره بعدش رو میبافم، خوشه 6 تایی کنار بافت رو هم میبافم. یه زنجیره، این از رج 1 2 3 4 5 رج 5 من. رج 6 برمیگردم، یه زنجیره که زدم بستا رو میزنم، خوشه 6 تایی رو میبافم، دو تا زنجیره و 3 تا پایه بعد رو هم میبافم. بعد از اون 2 تا زنجیره، رو 2 تا زنجیره رج قبل 2 تا پایه بلند. تو رج 6 تعداد پایه بلندای وسط بافتمون میشه 11 تا. چجوری؟ 2 تا رو بافتیم. خب از زیر پایه های رج قبل هم شروع میکنیم به بافت. این 3 4 5 6 7
8 این هم 9. چون که ما روی پایه ها رو نمی بافیم و از زیر پایه ها میایم می بافیم، تعداد پایه هامون همیشه زوج نیست، چون همه پایه ها بافته نمیشه. رو 2 تا زنجیره بعدی هم میام 2 تا پایه بلند می بافم و بعد 2 تا زنجیره و خوشه کنار بافتم رو می بافم. رج 6 رو کامل کردم. رج 7 خوشه کنار بافت رو بافتم. بعد از اون 2 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو 2 تا زنجیره رج قبل می بافم. این رج دوستان یه فرقی داره. ببینید ما باید 6 تا پایه داشته باشیم. الان من 2 تا رو بافتم. این 3 4 5 و این هم ششمی. 2 تا زنجیره بزنیم بعدش. خب از 1 2 تا پایه رد میشیم. ببینید از 2 تا فضا، ببینید از 2 تا این زیر پایه ها رد میشیم. پایه سوم از زیرش میایم دوباره شروع میکنیم به بافت پایه بلند. این 2 تا، این 3 تا، این 4. خب 2 تا هم رو زنجیرهای رج قبل که میشه 6 تا. پس ما رج 7 بعد اینکه خوشه 6 تایی کنار بافت رو بافتیم، 2 تا زنجیره، 6 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، دوباره 6 تا پایه بلند، بعد از اون 2 تا زنجیره و خوشه کنار بافت رو میبافیم. پس رج 7مون به این شکل شد. حالا رج 8. رج 8 خوشه کنار بافت رو که بافتم، 2 تا زنجیره میزنم، رو 2 تا زنجیره رج قبل 2 تا پایه بلند. خب 4 تا پایه بعد رو هم به بافت اضافه میکنم. جمعاً باید 6 تا پایه داشته باشم. این 2 4 5 و این هم 6. خب حالا 2 تا زنجیره میزنم، از این 2 تا پایه رد میشم، تو فضایی که بین پایه بلند هست روی اون 2 تا زنجیره 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره، از 2 تا پایه رد میشم، بین پایه دوم و سوم شروع میکنم به بافت پایه بلند، چون این سمت هم باید همین 6 تا پایه رو داشته باشم، این سمت کار. خب ببینید 6 تا پایه رو پایه ها و 2 تا پایه هم رو زنجیره، 2 4 6 و بعد از اون 2 تا زنجیره و خوشه 6 تایی کنار بافت. این از رج 8مون. حالا رج 9. خوشه 6 تایی کنار بافت رو میبافم. دوستان اگه دقت داشته باشید ما رج 3 2 تا پایه داشتیم. خب الان رج 9 هم این 2 تا پایه رو داریم، یعنی ما از رج 9 رج 4 5 6 رو تکرار میکنیم. الان رج 9 رج 4 رو میخوایم ببافیم. خب این 6 تا پایه های کنار بافتمون همون شکلی ادامه پیدا میکنه تا هر رجی که بخوایم و هر چند رج بار این به این 6 تا افزوده میشه. ببینید الان من 1 2 3 تا از این 6 تایی دارم و هر چقدر بافت بزرگتر میشه به این 6 تایی به ردیف هاشون اضافه میشه. الان این ردیف اول بود، بعد از این میخوایم ردیف دوم رو شکل بدیم. خب
6 تا خوشه 6 تایی کنار بافت رو من بافتم. 2 تا زنجیره رو میزنم. پس این 2 تا زنجیره ها هم همش ثابته. 2 تا پایه بلند رو فضای رج قبلی میبافم و بعد از اون 4 تا پایه هم رو پایه های رج قبل. دو تا زنجیره. حالا ببینید دقیقاً این رج 1 2 3 رج 4 رو میخوام تکرار کنم، یعنی 2 تا پایه رو 2 تا زنجیره، یه پایه از وسط 2 تا پایه قبلی، 2 تا پایه رج قبلی و 2 تا پایه هم روی 2 تا زنجیره بعدی. بعد از اون 2 تا زنجیره از 2 تا پایه رد میشم، از بین پایه دوم و سوم شروع میکنم به بافت پایه بلندهای این سمت کار. دو 4 6 تا. دوباره 2 تا زنجیره و خوشه کنار بافت رو میبافم. ببینید به این شکل میشه. رج 10 ما دوباره تعداد پایه های وسطمون میشه 8 تا، رج 11 میشه 11 تا و باز رج 12 تقسیم بندی ها انجام میشه و 6 تا پایه این سمت 6 تا پایه این سمت. ببینید روی این مدل نشون بدم. ببینید اضافه میشه، باز تکرار میشه از رج 3 تا بافتمون کامل بشه. به همین راحتی. فقط میگم یکم دقت میخواد، وگرنه همین رج ها رو داریم ما تکرار میکنیم. امیدوارم آموزش براتون کاربردی بوده باشه. هر سوالی هم براتون پیش اومد طبق همه آموزش هایی که دارم براتون میذارم پاسخگو هستم. میتونید کامنت بذارید یا دایرکت بهم پیام بدید، در خدمتم. موفق و سربلند باشید.